سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من مهران علی‌نژاد، طراح معمار و طراح داخلی. خب روی این صفحه از سایت ما روی موضوع طراحی کافی شاپ صحبت میکنیم و حالا من یه سری ویدیو آموزشی تو همین زمینه به مرور روی سایت قرار میدم. این ویدیو آموزشی هم برای کارفرماها میتونه خیلی مفید باشه دیدنش، هم برای دانشجوها و هم شاید برای طراحا بتونه کمک بکنه. پس ما میایم روی موضوع طراحی و دیزاین کافی شاپ میخوایم صحبت کنیم. اولین موضوعی که برای طراحی یک کافی شاپ میتونه مورد توجه طراحا قرار بگیره موضوع لکه گذاریه. خب ما برای اینکه یک کافی شاپ بخوایم طراحی بکنیم، به غیر از موضوع کانسپت که ما قبل از خط کشیدن میتونیم راجع به پروژه فکر بکنیم و تحقیق بکنیم حتی توی اون منطقه‌ای که سایت و زمین ما توش قرار داره، بعد از اون میریم سراغ لکه گذاری. یعنی در واقع ما میتونیم راجع به زمینه سایت، حالا مثلا پروژه توی تهرانه یا توی رشت یا توی جنوب کشوره، بعد از تحقیقاتی که کردیم از در واقع منظرهای مختلفی که راجع به سایت تحقیق کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حالا میخوایم طراحی رو شروع بکنیم. اولین موضوع لکه گذاری کافی شاپ هستش. خب ما برای اینکه یه پروژه‌ای داشته باشیم، در واقع پروژه‌ای داریم، برای اینکه بخوایم لکه گذاری اون پروژه رو انجام بدیم، فرض کنیم ما یه زمینی داریم مثلا 20 متر در 20 متر، یه زمین مربع شکل 20 در 20 که مثلا میکنه 400 متر. فرض کنید که یه کارفرمای پیش شما اومده و یه زمین 400 متری داره تو تهران یا تو شهرستان و از شما میخواد که طراحی این پروژه رو در واقع برای ایشون انجام بدیم. خب اولین چیزی که گفتم بعد از موضوع حالا تحقیق، حالا ممکنه طراحی تحقیق بکنه، ممکنه طراحی تحقیق نکنه یا مستقیم بره سراغ لکه گذاری. حالا ما موضوع کانسپت رو تو این ویدیو بهش ورود نمی کنیم، ولی اولین چیز در شروع طراحی در واقع لکه گذاریه. شما نمیتونید مستقیما برین روی پلان، یعنی در واقع اینجوری بهتر بگم که اگه بخوایم رو نقص کنیم میتونیم مستقیم بریم روی ریزفضاها و پلان بکشیم، در صورتی که ما مرحله اولمون لکه گذاریه. یعنی اول ببینیم مثلا لکه ما چجوری میخواد توی این زمین قرار بگیره. فرض کنید این لکه ماست، یه طراحی ممکنه این لکه رو پیشنهاد بده یا یک طراح چند لکه به کارفرما پیشنهاد بده و کارفرما بین اون انتخاب کنه. ولی لکه گذاری باید لکه گذاری دقیق و درستی باشه، یعنی استدلال پشتش باشه و جزء بهینه ترین لکه گذاری ها باشه. موضوع اینه در واقع ما توی زمین 20 متر میتونیم بگیم که این سطح اشغال ماست، این لکه ماست، ما میخوایم اینو بسازیم. این میتونه یه لکه گذاری باشه. حالا ممکنه تو اتود دیگه شما لکه پروژه رو وسط قرار بدید. در واقع فضای پر ما میشه و محیط پیرامونیش میشه فضای خالی ما.
در واقع اگه بخوام یه هچ نقطه‌ای بزنم این میشه یه آلترناتیو برای لکه گذاری این زمین 400 متری. خب خیلی جذاب میشه اگه پروژه وسط باشه و دور تا دور فضای خالی باشه و این فضاها مبلمان بشه و در واقع دور تا دور ساختمون مبلمان بشه و یه سازماندهی جذابی به وجود میاره. حالا بستگی به پلان و بستگی به نوع دیزاین و نما و طراحی این محوطه داره که همه چی عالی پیش بره، ولی تو قدم اول این میتونه یک لکه گذاری جالبی باشه. ما به این میگیم لکه گذاری، یعنی لکه‌ای که ساختمون توی زمین خودش قرار میگیره. حالا توی مناطق مختلف این میتونه متفاوت باشه. شاید تو تهران با ضوابط سختی که وجود داره لکه از قبل در واقع شهرداری به که آقا شما توی زمینی که داری 60% رو میتونی ساختمون بسازی. در واقع لکه رو اینجا شهرداری مخصوصا تو پروژه مسکونی داده و ما نمیتونیم فراتر از اون بریم. ممکنه که بخوایم از این 60% 40% بسازیم، البته با این هزینه ها و قیمت مسکن و زمین و اینا خیلی کم پیش میاد، ولی از این نمیتونیم بیشتر بسازیم. ممکنه بخوایم از این کمتر بسازیم. فرض کنیم بخوایم یه طرف پروژه رو در واقع 40% اون بشه این و فضای خالیمون بشه این. بشه فضای خالیمون. خب شهرداری مشکلی نداره اگه شما کم در بسازین. شاید در واقع مشوق‌هایی هم بهتون بده بابت این کمتر ساختنه. ولی پس توی یه سری از پروژه ها ما لکه‌مون مشخص، ولی خب مثلا از شهرستان به من تماس میگیرن، خب زمین ارزون‌تره، مثلا تو شهرهایی که یعنی در واقع در کنار شهرها یه شهرهای کوچیک زمین ارزون‌تره و مثلا عزیزی با من تماس میگیره میگه مثلا من یک زمین مثلا عرض میکنم مثلا 50/30 مثلا 1500 متر یه همچین زمینی دارم و میخوام توی زمین یه کافه باغ در واقع بسازم. خب توی این زمین به این بزرگی و با صورت مسئله کافه باغ خیلی اهمیت پیدا میکنه موضوع لکه گذاری. یعنی لکه رو اگر اشتباه بذاری پروژه تا آخر اشتباه میره. لکه گذاری همون خشت اوله، یعنی خشت اول اگر اشتباه بری تا آخر پروژه اشتباه میره. تو طراحی پلان جالب نمیشه، تو طراحی فاز 2 هم ممکنه تاثیر بذاره، طراحی محوطه جالب نمیشه. در واقع روی این موضوع من تاکید میکنم برای اینکه بیس پروژه است و پروژه با این لکه گذاری شکل میگیره و شاید مهمترین عامل طراحی باشه. پس نباید سریع ازش گذشت، باید قشنگ روش فکر کرد، اتودهای مختلف زد و بهترین راه حل رو. ما موضوعمون در واقع بهترین راه حله. ممکنه که توی لکه گذاری این زمین ما به یک راه حل نرسیم، یک راه حل بهینه. ممکنه به چند راه حل برسیم. منظور من اینه که اگر این زمین شما در اختیار معمارای مختلف قرار بدیم ممکنه که هر کدوم یه طرحی بدن با یه لکه گذاری و طرح‌های خوبی باشن. پس ما نمیگیم فقط یک لکه گذاری وجود داره یا فقط یک راه حل وجود داره.
ولی راه حلی که میدیم باید راه حل خوبی باشه، راه حل درستی باشه، درست کار کنه با فضای داخل، با دسترسی های بیرون، با زمینه پروژه بتونه درست کار کنه. موضوع ما اینه تو لکه گذاری، میخوایم به یکی از بهترین جوابها برسیم. پس توی همچین زمینی بیاین اگر مثال بخوایم بزنیم، حالا شاید این یه خود تناسباتش مشکل داشته باشه. خب ما اگه اینا رو به 5 قسمت من تقسیم کردم، 1 2 3 4 5 3 فرض میکنیم هر کدوم از این قسمت ها 10 متر. خب یکی از مهمترین موضوعات موضوع دسترسی هاست. خب ما این سمت پروژه چی داریم؟ این سمت پروژه چی داریم؟ این سمت پروژه چی داریم؟ فرض میکنیم که ما اینجا خیابون اصلی رو داریم. ورودی قرار از این خیابون در واقع به پروژه طراحی بشه و کارفرما اصرار داره روی موضوع. خب خیابون اصلیه و تأثیر مستقیم میذاره رو فروش این کافه و چه بهتره که ورودیش از خیابون اصلی باشه که جلب توجه کنه و به چشم بیاد. خب ما وقتی میخوایم ورودی رو از این خیابون بدیم، میتونیم مستقیم وارد ساختمون شیم. فرض کنیم من یه همچین لکه‌ای قرار بدم. این میشه یه نمونه لکه گذاری، یعنی دو طرف فضای خالی و وسط فضای پر، ورودی مستقیم میاد داخل ساختمون. یعنی این طرف از فضای کوچه وارد فضای پر میشه. این میتونه یه لکه گذاری باشه. فضای خالی داریم، در واقع یه حیاط بالایی داریم و یه حیاط پایینی. میتونه جالب باشه اگر توی همکف این دو تا حیاط به هم وصل بشن. فرض کنید از طبقه اول پله بخوره به این حیاط، همچنین به این حیاط و این لکه بتونه کار بکنه با فضا. این لکه بسته‌ای که ما داریم بتونه با فضای خالی کار بکنه و خیابون هم کار بکنه. پس ما راجع به لکه گذاری میتونیم این برای این زمین میتونه یه لکه گذاری باشه. حالا فرض بکنیم که همین کارفرما خیلی تاکید داشته باشه روی آلاچیق‌ها. در واقع ما یه سری در واقع آلاچیق داریم، یعنی برنامه‌ای که کارفرما بهمون میده. این آلاچیق‌ها مثلا تو شهر سمان تماس میگیرن برای این مدل طراحی. این آلاچیق‌ها چجوری قراره توی این سایت قرار بگیرن؟ خیلی مهم میشه لکه‌های آلاچیق‌ها، سازماندهی این آلاچیق‌ها با فضای اصلی چجوری کار بکنه، با محوطه چجوری کار بکنه، با فضای سبز اگر مسیر آبی داریم اینا با هم چجوری کار بکنن. اینا خیلی مهمه که احتیاط زده بشه. در واقع ما سریع نباید بریم سراغ پلان. مهمترین نکته‌ای که راجع به این ویدیو هست، ما سریع نباید بریم سراغ نقشه. باید قبلش لکه رو بررسی کنیم. این لکه درست میشینه سر جاش. حالا بعد میتونیم وارد نقشه بشیم و آشپزخونه کجا باشه، سالن کجا باشه، سرویس بهداشتی کجا باشه، اتاق وی آی پی کجا باشه، اتاق عکسی اتاق عکاسی اگر می‌خوایم طراحی کنیم اون اتاق کجا باشه و فضاهای مختلفی که ممکنه پیش بیاد. منظور اینه که ما اول لکه رو طراحی کنیم بعد بریم سراغ پلان. حالا تو ساختمونی که فرض کنیم این لکه ما باشه،
حالا سالن کجاست، آشپزخونه کجاست، سرویسش کجاست، فضای وی آی پیش کجاست، اون میشه مرحله بعدی. ما اول باید لکه‌مون رو درست بشونیم توی زمین و بعد بریم سراغ مراحل بعدی. اگر مستقیم بریم سراغ اونها ممکنه که طرح جالبی نشه. تمام این موضوع، تمام این ویدیو به این دلیله. خب حالا ما توی این زمین میخوایم لکه گذاری کنیم. یه لکه‌ای که ممکنه این زمین داشته باشه ورودی از این قسمت باشه، یه لکه عرف دیگه. وارد فضای باز بشن، از فضای باز وارد فضای در واقع بسته بشن. حالا خود این میتونه فضای باز هم داشته باشه یا نیمه باز، ولی این لکه گذاری خیلی عرفیه که خیلی جاها میبینیم تو تهران، تو شهرستان، که اول وارد فضای حیاط میشن، ممکنه دیگه همینجا بشینن سر یه میزی و سفارششون رو بدن و حالا ممکنه توی همین فضای باز حالا چیزهایی هم باشه. خب ما یه خورده باید جذاب‌تر طراحی کنیم، یعنی یه خورده باید از عرف خارج بشیم که یه کار جذاب‌تری بشه، به چشم بیاد، راجبش صحبت بکنن و در واقع خاطره بسازه برای کاربر. خب یه لکه گذاری که میتونه برای این زمین جذاب باشه شاید لکه گذاری ال باشه. در واقع ساختمون این فضای باز رو انگار که داره بغل میکنه این فضای باز رو، و این فضای باز خیلی فضای جالبی میشه چون ساختمون دور تا دورش میپیچه. میتونه از اینجا ورودی باشه، فضای حالا در واقع کانتر برای سفارش وارد بشیم. اینجا میتونه یه سالن بزرگ باشه که تمام شیشه قطبی باشه که با حیاط کار کنه از نظر ویو. اینجا میتونه آشپزخونه قرار بگیره، یا اگر کارفرما بخواد زیر زمین بسازه آشپزخونه میتونه توی زیر زمین قرار بگیره و این فضا اضافه بشه فضای سالن. حالا راجع به فضاها، به هر کدوم از فضاها من ویدیوهای تک به تک میسازم که ما چه فضاهایی میتونیم توی کافی شاپ داشته باشیم. مثالی که فضاهای جالب فضای عکاسیه. خب آدم‌ها از کافه که استفاده میکنن سلفی میگیرن، عکس میگیرن و در واقع اون لحظه رو سیو میکنن، ذخیره میکنن برای خودشون. خیلی هم چیز جالبیه. ولی ما میتونیم یک فضای مختص به عکاسی داشته باشیم با یه دیزاین خوب که مخصوص این کار باشه. حتی میتونیم یه دوربین هم اونجا قرار بدیم دائمی، یه دوربین با کیفیت که از اون استفاده بکنن مخاطب مشتری. پس ما میتونیم یه فضای عکاسی داشته باشیم، یعنی این فضا باید دیزاین شده باشه برای عکاسی. حالا مخصوصا برای خانواده ها یا کسایی که زوج هستن میرن تو اون فضا قرار میگیرن و حالا عوامل کافی شاپ میتونن این عکس رو ازشون بگیرن و توی یه قاب خوبی، توی بک‌گراند خوبی، توی فضای خوبی اون عکس ماندگار بشه. قطعا تاثیر بیشتری میذاره، قطعا احترام به مشتریه، خاطره سازی میکنه، حالا و مسائل دیگه. حالا راجع به ریز فضاها من تک به تک ویدیو میگیرم و روی همین صفحه قرار میدم به مرور زمان. ولی اینجا این لکه گذاری ال میتونه خیلی جالب باشه به دلیل این ارتباط این نمای بلند
و در واقع از نظر طولی میگم و شیشه‌های قدی با این فضای باز. در واقع این طرف میز و صندلی ها قرار میگیره، یه راهرو هم اینجا داریم. یا بالعکس بهتره که میز صندلی ها در واقع بغل شیشه باشه. میز صندلی ها در واقع در کنار شیشه باشه که ویو کامل رو داشته باشن و راهرو این سمت باشه. حالا این دیگه تو پلان داخلیه، ولی این فضای جذابیه در میاره. پس ما میتونیم لکمون رو ال ببینیم. یه لکه گذاری واسه این فضا میتونه یه در واقع فضای حالا بیزی شکل یا دایره شکل وسط زمین باشه. ما به جای اینکه دور زمین رو بسازیم میایم وسط زمین رو میسازیم. خب این خیلی میتونه جالب باشه، یه فضای دنجی به وجود میاره. دور از ورودی، فرض کنیم ورودی کمانخان اینجاست، دور از ورودی ما یه فضای دنجی رو اینجا داریم که فضای بازه. میتونیم چند تا آلاتچه داشته باشیم. فضای سبزمون و مسیر آبمون، مثلا این میتونه مسیر آبمون باشه. دور تا دور لکه رو این یه ویو 360 درجه میده به فضای داخلی. که اگه ما فضای سبز خوب اینجا کار بکنیم و طراحی درستی داشته باشه، یه کافه بی‌نظیری میشه این لکه گذاری. با این فضای دور تا دور خالی و نشیمن برای آلاتچه خواب و میز صندلی ها روی زمین، میتونه یه لکه گذاری باشه، یه پیشنهاد باشه برای این زمین. که حالا مسائل مختلفی داره. یه لکه گذاری چطور میتونه باشه برای کافی شاپ؟ خیلی هم کم هستش، میتونه جالب باشه. یه لکه گذاری اینه که ما ساختمون رو چند تیکه کنیم، یعنی برفرض یه تیکه اینجا بسازیم، یه تیکه اینجا بسازیم و برای مثال یه تیکه هم اینجا بسازیم. خب این چند تیکه بودنه یه معایبی داره، یه مزایایی داره. خب معایبش اینه که ارتباط این فضاها سخت میشه، از نظر تأسیساتی یه خورده مسئله پیچیده‌تر میشه. چون وقتی یه ساختمون باشه تأسیسات میاد تو ساختمون و لوله ها و اینها پخش میشه، ولی وقتی سه تیکه باشه یه خورده مسئله سخت‌تر میشه. معایبش میتونه اینا باشه: این فضاها با هم دیگه کار نمیکنه، جداگونه است، موضوعات تأسیساتیش سخت‌تر میشه. میتونه معایبش باشه. مزایاش چیه؟ 3 تا ساختمون داریم با ویوهای مختلف. چقدر برای نشیمن میتونه جذاب باشه. 3 تا ساختمون داریم با n تا ویو مختلف که مشتری که میخواد بیاد به این کافه باغ میتونه یه بار بره تو این ساختمون، یه بار بره تو این ساختمون، یه بار بره تو این ساختمون. چقدر تنوع ایجاد میکنه، جذابیت ایجاد میکنه و خلا ایجاد میکنه. از چه لحاظ؟ مشتری که میاد تو این ساختمون، خاوری میاد تو این ساختمون، این خلا حس میکنه که
دوست داره یک بار دیگه بیاد به این کافه باغ و این فضا رو تجربه بکنه. این میتونه افزایش فروش داشته باشه، افزایش مشتری داشته باشه. پس ما یه سری تنوع ویو داریم، یه سری تنوع فضایی داریم که از مزایای این لکه گذاریه. فضاهای خالی مختلفی که اینجا به وجود میاد هم همین تنوع رو دارن. یعنی ما کلی فضای خالی داریم که هر کدومشون خاصن، هر کدومشون یه دید و منظر دارن، هر کدومشون ممکن نظر لولی هم حالا توی محوطه سازی بخوایم اینا رو نوع دیزاین بکنیم که این تنوع رو بیشتر بکنه. پس خیلی دست ما باز میشه تو این مدل دیزاین. ممکنه که ساختمون اینوری رو ما دبل هایت ببینیم، یعنی با ارتفاع 2 طبقه. این ساختمون رو 2 طبقه رو به هم ببینیم. این ساختمون هم ممکنه که دبل هایت ببینیم ولی نصفش در واقع دوبل باشه و نصفش 2 طبقه رو هم باشه. از نظر فضاهای داخلی عرض می‌کنم، یعنی این تنوع رو ما میتونیم تا انتها پیش بریم. هر ساختمون یه حس و حالی داشته باشه. این میتونه یه لکه گذاری باشه. پس فضای چند تیکه شد یک لکه گذاری دیگه که خیلی 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 میتونه جالب باشه و جذاب باشه اگر درست دیزاین بشه و طراح بتونه در واقع پروژه رو به کمال برسونه تو طراحی و بتونه حد اکثر استفاده رو از این لکه گذاری بکنه، نه حداقل. این خیلی مهمه. شما لکه گذاری که میکنین که خوب پیش میرین تا آخر پروژه در واقع این قدرت رو تو طراحی داشته باشین و اینو به بهترین شکل جلو ببرین، نه اینکه وسط پروژه در واقع یواش یواش کیفیتش تو بحث طراحی عرض میکنم بیاد پایین و از اون پتانسیل هایی که این لکه گذاری داره تو طراحی و فاز 1 و نقشه داخلی استفاده نکنین و ممکنه که اون موقع طرح خوبی نشه با اینکه لکه گذاری خوبی داره. پس تا انتها باید درست پیش بره. لکه دیگه‌ای که میتونم برای این زمین مثال بزنم، لکه داره حیاط مرکزیه. در واقع فضای خالیمون میشه این حیاط و فضای پرمون میشه دور تا دور. این بار به جای اینکه ال بسازیم کل فضای دور رو میسازیم. فضای حیاط مرکزی که حالا ما تو معماری یزد و مناطق کبیری کشورمون داشتیم یه فضای جالبیه برای دور همین، یه فضای دلنشینیه. این بار ساختمون کامل اون فضای خالی رو بغل کرده، فضای دلنشینی میشه، تو دلبرویی میشه در واقع. حالا اینجا شاید نسبتش خود کوچیک‌تر باشه، یعنی کوچیک کشیدم، یه خورده اگه بزرگترم در نظر بگیریم فضای خالی رو. ببینین توی کافی شاپ من این نکته رو عرض بکنم، فضای خالی خیلی مهم میشه، یعنی به نظر من بیشتر از فضای پر کار میکنه کافی شاپ و فروش داره برای در واقع مالک کافه. از فضای خالی رو باید خیلی بهش اهمیت بدیم. در واقع شاید بگم میتونه تضمین بکنه فروش کافه رو. خب این فضای خالی خیلی جذابه، دور تا دور فضای پره، سالن ها میتونه قرار بگیره و فضای وسط هم میتونه میز صندلی قرار بگیره، حالا با دیزاین خودش و حتی میتونه سقفش بسته باشه یا سقفش باز باشه که
که حالا ما هر جا صحبت از فضای خالی کردیم منظور در واقع سقف باز بوده دیگه. ولی حالا احیانا برای بعضی فضاهای حیات مرکزی ممکنه یه سقف باز و بسته شونده قرار بدن که حالا مثلا تو مواقع که خیلی مثلا بارون شدیدی میاد یا آفتاب شدیدیه میتونن این سقف باز و بسته شونده رو که برقی هم هست ببندن، یه سقف سبک. ولی عموما وقتی ما صحبت از فضای خالی میکنیم فضایی که کاملا بازه و هیچ سقفی نداره، حتی سقف سبک. پس این میتونه یه لکه گذاری باشه، خیلی جالب میشه. در واقع حتما مشتری وارد فضای بسته میشه چون دیگه راه دیگه وجود نداره و بعد میتونه از فضای باز یا از داخل سالن استفاده بکنه. حالا اینکه این فضای باز چجوری قرار میگیره، ممکنه که توی سکشن هی عقب بره یا هی جلو بیاد، یعنی توی مراحل بعدی دیزاین این به این سادگی نباشه. خیلی آلترناتیوهای مختلف مثلا میتونه پله‌های مختلف قرار بگیره، حتی به این شکل مثلا ما پله داشته باشیم در طبقات بالا و این فضای خالی رو باید دیزاین کرد، نباید رها کرد. این باعث میشه که فضا پخته بشه. پس این هم یه لکه گذاری جالبه. یه مدل لکه گذاری دیگه که میتونیم داشته باشیم در واقع دو طرف ساختمون باشه. حالا نه ورودی جالب نمیشه. دو طرف ساختمون باشه و فضای خالی یا حیات وسط باشه که ورودی هم از همینجا قرار میگیره. ورودی در واقع درست باید دیزاین بشه، حالا با یه سقفی معلقی و مسائل دیگه و در واقع مشتری اول وارد فضای حیات میشه و بعد میتونه این قسمت رو انتخاب کنه برای نشیمن یا این قسمت رو. این هم میتونه در واقع اینجا ما روبرومون هم در واقع دیوار رو داریم. در واقع ما تو این قسمت نمیسازیم. دو تا لکه میبینیم، دو تا اینجا هم دوباره جدا شده ولی دو تا لکه بزرگ که میتونه حسال متفاوتی بده قطعا و این دوگانه میتونه اتفاق جالبی رو رقم بزنه، مخصوصا اگه ما اینجا فرض کنیم که یه پلی هم اینجا داشته باشیم. فرض کنیم ما اینجا یه پلی هم داشته باشیم، حالا ممکنه که دو تا باشه و یه نشیمن‌هایی هم روی این دوتا پل که تو طبقه بالا قرار داره. در واقع فضای خالی ما تو طبقه همکف کل این فضاست، ولی تو طبقه اول ما از این دوتا ساختمون دوتا پل به هم میزنیم که فضای نشیمن توش قرار میگیره و ویو دارن به حیات. میتونه اتفاق خیلی خیلی جالبی باشه، خیلی جذاب بکنه این دو قسمت شدن پروژه و وصل کردن این دوتا به هم. میتونه یه سازماندهی، یه لکه گذاری جالبی به وجود بیاره که خیلی خاص میکنه پروژه رو و میتونه خیلی خیلی جذاب باشه و تو حس حال مشتری تاثیر مثبت بذاره تو فروشتون. اگر حالا کارفرما هستین و این ویدیو رو نگاه میکنین تاثیر قطعا مثبتی داره چون پروژه خاص میشه و در واقع جذابیت بیشتری خواهد داشت. پس ما راجع به لکه‌گذاری‌های مختلف با یه مثال مثلا توی همچین زمینی
صحبت کردیم. یه بار مرور کنم این موضوع رو. خیلی خیلی مهم میشه که ساختمون چجوری تو زمین خودش قرار بگیره، مخصوصا برای پروژه‌های بزرگتر که حالا یک کافه باغ، کافه رستوران، فضای حیاط بزرگی میتونه داشته باشه و در واقع ضابطه‌ای باید وجود نداره که ساختمون چجوری توی سایت بشینه. از این لحاظ دستش بازه و کار به طراح میسپره. کارفرما خیلی مهم میشه که توی این مرحله کار درست شده بره، لکه گذاری جالبی باشه، لکه گذاری درستی باشه و جذابی باشه که پروژه تو مرحله بعدی طراحی هم درست پیش بره و در واقع اون لکه گذاریه بتونه پروژه رو هول بده به یه پروژه عالی. منظور از لکه گذاری اینه، ولی ممکن لکه گذاری اشتباهی انجام بدیم و پروژه خیلی پروژه معمولی بشه. ما تمام سعیمون اینه که لکه گذاری درستی باشه تا پروژه جذابی بشه و نقطه شروع هم همینجاست. حالا غیر از موضوع کانسپت و اینها که حالا اول ویدیو صحبت کوتاهی کردم، ممکنه کسی بخواد که زمان طولانی‌تری برای قبل از خط کشیدن در واقع برای به این موضوع فکر کنه و زمان بذاره، ولی وقتی دیگه وارد خط کشیدن میشیم اولین موضوع لکه گذاریه. پس لکه گذاری درست یه تضمینیه که پروژه تا طراحیش تا انتها درست پیش بره و در آخر بعد از اجرا واقعا یه پروژه آبرومند و درست و بهینه‌ای باشه برای کارفرما. پس حالا اگر نکته دیگه بود به این ویدیو اضافه میکنم یا ویدیو بعدی. فعلا نکته دیگه نیست. تشکر میکنم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید.